وطنان نویسه کردن در مسئله باز هم اتحاد شدن. چندین چیز گرچند که خب اهمیت هم ندادیم ولی هموطنان نویسه کردن که اتحادی چی؟ اتحاد نمیشن، چون در جای دعوا از اتحاد و دعوت به اتحاد میکنند مردم. کجا دعوت میکنند؟ کدام یک کانال یوتیوبی باز شده است و در 3 روز اتحاد شده است. ما هم دعوت میکنیم سالهای طولانی است به اتحادی و هر کسی که دعوت به اتحادی مردم میکند خوب است. منظورتون اگر از بله، منظوری هموطن که چرا شما اونجا نمیری حرف نمیزنید؟ من فهمیدم منظورتون از یوتیوب کانالی که هست. بله در اونجا. خب اگر که داخل نشویم چی گپ میشود؟ یعنی از نگاه نفرانی هست که اگر که ما داخل نشویم ما اتحادی نمیخواهیم. بله، ما اگر داخل نشویم و گویا که یعنی ما اتحاد نمیخوایم، یک حرکتی هستیم گویا وظیفه خواه و تکبر و یعنی که خب در عموم حرفایی که ولی اصلا سیاسی نیست بگیم. ما اگر که کیبرمون نشون بدیم، جایی هست ما کیبرمون نشون میدیم، این در مقابل همون متکبرها است. اگر جایی که ما کیبرمون نشون میدیم و اگر که ما وظیفه میخواهیم، وظیفه خواستن که جنایت نیست. ما حالا که وظیفه داریم وظیفه مون انجام میدیم. منظورم تمام مبارزه وظیفه دارن، وظیفهشون مبارزه بردن است، انجام میدیم. وقتی که تماس میگیرن میخوان که یک چیز ما کامنتی رو بکنیم، خب کجا اینترویو میتیم دیگر میدونیم اینها با نام نسبشون کی هستن، در کدام سازمان و غیره و کذا. اما ببینین از یک چند سال قبل در ترکیه که بودن، یک چند سال قبل از BBC اومده بودن ژورنالیست‌ها اینترویو خواستن بگیرن. ما چند مدت با طریق رسانه ها در تماس بودیم، زنگ میزدن، صحبت میکردیم، هماهنگی میکردن. من راضی شدم که بله اینترویو میتونم. وقتی که اومدن به ترکیه برادرها شاهیدن، وقتی که در نظم رسیدن خب سلام علیک و غیره شد. بعضی که خواستن اینترویو شروع کنن من گفتم برای من حجتاتون رو نشون بدین که بازم یک بار یعنی من مطمئن بشم که شما از همون رسانه هستین و واقعا ژورنالیست هستین. بعد اونها گفتن که در همین قدر فعالیتی که ما کرده ایم باری اول است که همین گونه از ما میپرسن و این کار خودت خوب است گفتن. یعنی که این کاری که کردی خوب است. ببینید یک خب سازمان، یک رسانه‌ای که دنیا میشناسش قدر معروف است، خب در آمدنی که بازم از اونها ما حجت طلب کنیم، یعنی بدونیم که در کجا حرف میزنیم، با کی حرف میزنیم. یک حرکت سیاسی نمیتوند یک کس دعوت میکند. من باز میگم در فیک بدن حق دارین. من هیچ کس محکوم نمیکنم که شما فیک نباشین. نفرهایی هستن که هیچ مشکلی ندارن اما نمیخواهند که زندگی شخصی خود، نوار، رسم، کدام چیزی خودشون در رسانه ها نشر کنند. شخصا خودی من از 2000 از سال 2000 با اینترنت سر کار دارم. از سال 2000 دقیقاً بعد از 14 سال من رسمی خدمت در اینترنت گذاشتم، وقتی که مسئولیت برگردن گرفتم و این مهم لازم بود که مردم را به چهره ببینن، بدونن، بشناسن. من فقط بعد از 14 سال رسم موندم و به نام نسب خودم در اینترنت یعنی که فعالیت کرده هستم. و این منظورم چی است؟ حق داره. نباید من امروزم بازم به هر یک فعال اعضای حرکت دیگر را که من نمیتونم مجبور ساخته یا که، اما به هر یک اعضای فعال حرکت، نفرایی که در برنامه ها میشینین، مردم مجبور نسازین یا که اونها را از اونها انتقاد نکنین که همچون فیک میبرین، یعنی که یک نام دیگر، اما به نام دیگر که برآمدی رسم نباشه فیک حساب میکنن. این حق دارن. خب اما یک حرکتی سیاسی نمیتوند که یک جای دعوتش میکنه فیک است. خب حتی اگر که خب تخمینا میدوند که کی از پشتی من الله شاهد است. یک چند سال پیش نفر برآمد همراه و میدونستیم که میبرویه همراه، گفت که خب ما یک رسانه تشکیل کرده گیم در اینجا میخوایم که از شما اینترویو بگیریم. گفتم خیلی خوب، با نویس با صدا نه. من که بازم میدونستم که کی از همراهم داره نویس میکنه.
گفت که ما با هیچ کسی ربط نداریم، مستقل و غیر با کذا. گفتم خیلی خوب. بعد گفت که اینترویو. گفتم خب من راضی هستم در اینترویو دادن، اما باید بدانم که پشت این رسانه کی است. گفت که ما نمیتونیم خودمون آشکار کنیم به خاطر خب دیگر امنیت و غیره، عذر ما را قبول کنیم. گفتم باشد، ما عذر شما را قبول میکنیم، ما درک میکنیم شما را، اما شما ما را قبول کنید که سیاست ما همیگونه است. ما نفرهایی را که ندونیم نبینیم به چشم اینترویو نمیدیم. من رد کردم. خب بعد یک مدت پس اون معلوم شد که کی هستن. نباید به دروغ کار برد. و من نمیگم که نفرهای امروزه خب 100% میدونم کی هستن چی هستن. اگر میخوان که همین گونه کارشون پیش برن، حق دارن ببرن. اگر هر کسی را که میخواهن دعوت کنن به این حق دارن، و هر کسی که نمیخواد که در اونجا شرکت کنه اون نفر هم حق دارد. زیاده روی نکنین. خب تمام. در مسئله اتحادی ببینید ما مشکلی بزرگ نیست بین مبارزان. شخصا ما را مثال شما دیده نمیتونین در کجایی که ما با کدام مبارزای دیگر خب دیگر یکدیگر را تحقیر کنیم، دشنام کنیم. خب شما در کجای دیده که ما یکدیگر، من مثال تون میارم، با حزب نهضت اسلام ما در دوام 4 سال است که قطع رابطه سیاسی را قرار داریم. 4 سال شد و در دوام 4 سال شما دیدین که در کجای ما یکدیگر را دشنام کرده باشیم، در کجای شنویدین که ما یکدیگر را مشت زده باشیم، در کجای دست به گریبان شده باشیم. این چیزها را دیدین؟ من مطمئن هستم که دیدگی نیستین. من براتون میگم که هفته نیست که ما در جای نیم با هم سر دسترخوان نشینیم، در توی معرکه های هم دیگر، در جنازه های هم دیگر، در خوش خرسندی دیگر ما شریکیم، رفت و آمد داریم. این چیزا ما قطع نکردیم و حقیقت کردن هم نداریم. اگر در همون شب و روزی که 4 سال پیش اگر که ما قطع رابطه سیاسی نمیکردیم، احتمال داشت که در بین ما مناقشه خیلی بلند میشید. احتمال داشت. من نمیخوام که اینجا تکرار کنم که سبب‌هاش چی است. سبب‌هاش نوار هست. شما میتونید که نوار را پیدا کنید. شما وقتی که یک مشکلی را میبینین باید برین ریشه‌اش را ببینید که ریشه مشکلی در کجا است. ریشه مشکلی را ما در نوار حرف زدگی هستیم. اون مشکلات امروز نیست. اون مشکلات همون زمان بود. 4 سال قبل ما به خاطری که همین چیزها بزرگ نشوند قطع رابطه سیاسی کردیم. متاسفانه من میبینم که در بعضن وقتها خب میبینم که سوال ها میشود که برای چی با گروه 24 یک جایی نمیکنیم. همین سخن نمیگن که ما با اونها در قطع رابطه قرار داریم، قطع رابطه سیاسی. میگن که نمیخواهند، اما سرچشمش چی است؟ برای چی قطع رابطه شده است؟ این را حرف نمیزنن. از نگاه من این چیزی نادرست است. وقتی که با مردم جواب میتین پس جواب درست بگین، نگن که ما میریم اونو نمیخوان. خب بگین که قطع رابطه سیاسی قرار داریم و برای چی در قطع رابطه سیاسی قرار داریم. برای چی اینجا شب مردم نمیگین؟ شاید مردمی هست که 4 5 سال 6 سال است که ما را نظارت میکنه، سببش هم میدوند، چنین سوال ها دیگر نمیتد. اما روز تا روز میدان سیاست دارد وسیع میشود، بیننده و شنونده ها بیشتر میشوند. اینها کنه میدونن، نه همه میرود سرچشمه را پیدا کند. پس حداقل برای مردم جواب درست بدید. ما مشکلی نداریم. بازم میگم با هیچ نفره، من تکرار به تکرار، الله شاهد است، چی در اینجا باشد چی در علاهیدگی باشد، هر یک فعال و اعضای حرکت اکید من در اونها جوابگویم. در هر سخن عملشون من جوابگو هستم. هر یک نفرش که ما میبینیم بعضا وقتا میشود که در کجا یگام اشاره میکنن به دیگرها، یگام نمیاب میتن در هر جایی که باشد. این نزد ما و شما خداوند، بین ما و شما خداوند شاهد که من در هر یک علاهیدگی باشد، در بین در جلسه ها باشد، برادران میگم که انرژیتون صرف نکنین در جایی که لازم نیست. انرژی شما باید صرف بشود در مقابل رژیم رحمانوف. من این چه در علاهیدگی میگم، در این نوارها میگم. این خیلی نیست که من در اینجا حرفم دیگر باشد، در پنهانی دیگر باشد. اگر من در اونجا دیگر حرف زنم، خب نه برادرای ما که همراهم هست میگن این نفر راهبر است، برآمده است در نزد چشم ما دروغ میگه. اگر هر جایی که دیده باشین، شنیده باشین، پیگیری کرده باشین، من اگر انتقاد کنم
آشکار انتقاد میکنم از هر حزب سازمانی باشد، آشکار در علاهیدگی رو پروشان بشینم، در افیر باشم، آشکار. این خیلی نیست که از پشم برم کدام کاری کنم. این است. این هم بازم فرق میکند که از حزب‌های کیسگی داخل تاجیکستان ما فرق میکنیم، لختک نیستیم. کمبودی و خطاگی ما را میبینن آشکار حرف میزنن، ما کمبودی و خطاگی دیگران را میبینیم حرف میزنیم. در بین ما دیگر یگام نمیدانم جنگ خرخشم چیزها نیست، حتی بین دیگرها هست، دیگر مبارزه هست، اما اگر دیده باشین گروه 24 انرژیش در این کار صرف نمیکند. ما بازم میگم رفت آمدی دوستانه داریم، برادرانه داریم، هموطنیم، در خوشی و خرسندی دیگر، در خواب کدام روزهای سیاهی هم دیگر به همین. بازم میگم هفته نیست که تقریبا سر دسترخوان جمع نشویم، اما قطعی رابطه سیاسی هست. اینقدر مشکل است، مشکلی دیگر نیست. و بیشتر در اینجا مشکلی را کی ایجاد میکنن؟ بعضا نفرها قصدن میکنن، بعضا نفرها خب شاید که فهمیشون نمیرسه، نمیخوام کسی را تحقیر کنم، همین گونه سوال ها را زیاد میکنن. این سوال ها را کنار بذارین. اگر هر حزب سازمانی که میخواهن که به هم بیان همکاری کنن، چیکاری که انجام بدن، او حزب سازمان ها راهبر دارن، سخنگور دارن، شوراها دارن، میشینن حرف میزنن، اونها کارشون حل میکنن. نیاز اینجا به میانه روها ندارد، نیاز ندارد. این چیز است. و بازم میگم خب برادرایی که باز در منطقه‌ای که بیشتر هستن رفت آمد دارن، کم کم یگام سلف یگام حساب بکنین. در همون برادر سلمان یگام سلف کم کم نکردین، قطعی وقتای مهمونی میرین چیزا میرین. این برادر از این هم هستن اینجا. خب که تو مردم ببینه که بعضا وقتا یعنی که مردم باید چی کند، ببینن، مردم باید نشان بدی. بعضا وقتی هوای نبینن ما دشمن نیستیم، حداقل کم کم سلفی بکنین با مردم تا که آرام بشود. مشکلی نیست، مشکلی را بعضا نفرها قصدن، بعضا نفرها سهوا میخوان ایجاد بکنن. این چیزا کنار بگذارید. سلام. امیدوارم که اولین و آخرین جوابی باشه که مردم بشنیده باشه.